در بهار سال گذشته در فوروم ملی روسیه، این البته میتونید همتون ببینید، لیست شرکت کنندگان فوروم ملی روسیه در بهار سال گذشته این بود. البته به صورت ناکامل می نویسن که نئونازیست های یونان، آلبا دورات، بریتیش نشنل پارتی، مدافعان آمریکایی وایت پاور، ایتالیایی های فورسا نووا، اسپانیایی های دموکراسی ناسیونال، فرانسوی خانم ماری لپن فرون ناسیونال، هواداران لیگ شمال ایتالیا، جنبش آلمانی پیگیدا، جنبش مجارستانی جوبیک و اینها فقط از پوتین پشتیبانی نمی‌کنن. اینا پشتیبان اسد و جمهوری اسلامی هم هستن. هر جا ما می‌بینیم اینا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. البته بدون دلیل دفاع نمیکنن. جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران به جیب اینا میلیاردها دلار پول داره میریزه و فقط اینا نیستن، هستن حتی جنبش هایی که خیلی هم رنگ و روی به اصطلاح انسانی تری دارن، مثل پودیموس تو اسپانیا که الان هم البته زیر نظر وزارت دادگستری خود اسپانیا دارن روش تحقیق میکنن روی مسئله. هستن نیروهای دیگه هم که میگیرن پول. میخوام بگم یعنی بدون دلیل مجانی هم دفاع نمیکنن از رژیم ایران. به هر صورت در سوریه هم همچون ایران و حتی دیگر کشورهای خاورمیانه 3 جریان اجتماعی مداخله میکنن. از طرفی حاکمیت این کشورها استبدادیه و از طرفی نیروهای ارتجاعی افراطی مذهبی پایگاه اجتماعی دارن. به هر صورت به دلیل دیکتاتوری بودن همین سیستم هاست که چپ و نیروهای لایک و دموکرات همیشه به صورت وحشیانه مورد هجوم بوده و هستن. این 3 جریان رو اینطور خلاصه میکنه: 1. نیروهای وابسته یا طرفدار نظام جهانی امپریالیستی، خب این که روشن. 2. نیروهای بنیادگرا که خواهان ادغام دین و دولتن و نسبی در مبارزات ضد دیکتاتوری حضور دارن تا بیشترین سود رو نصیب خودشون بکنن. نیروهای دموکراتیک، لایک و چپ. در پروسه مبارزات علیه دیکتاتوری این 3 جریان در مقاطعی با وجود تضادهای موجودی هم که با هم دارن به هر صورت با هم همسو میشن. مثل مصر، وقتی که بهار عرب در مصر شروع شد خب مشخصه هم اخوان المسلمین، هم نیروهای دموکراتیک، نیروهای کارگری، سندیکا همه با هم بودن. ولی همین که اخوان المسلمین دید که دارن حمله میکنن و رژیم وارد عمل شد، بعد از سقوط رئیس جمهور چیکار میکنن؟ جدا میشن، انتخابات رو میبرن و میبینیم که این به هر صورت یک سری تفکیکایی میشه تا همین امروز هم که همینطور ادامه داره توی مصر و دیگر کشورها. اینو میخوام بگم که نیروهایی که کلید تحلیلی اونا قادر به باز کردن قفل واقعیت ها در سوریه نیست، برعکس همه این انکشافات و حرکت ها را به نفوذ امپریالیستی در جامعه رفت میدن. یعنی هر خبری میشه نخیر، مردم هیچ نقشی نداره، همیشه یا سازمان سیاسی یا امپریالیسم آمریکاست یا که هیزم به اصطلاح میریزه به این از نظر اونا ناامنی ها. جالب اینه که نظریات تئوریسین های امپریالیسم که لقب‌هایی مثل خشونت به مبارزات مردم میدن عجیب با تحلیل‌های به اصطلاح چپ همسو هستند، چون به هر صورت هر دو در بطن خود مردم رو به بی حرکتی دعوت میکنن. اونا میگن اینجا خشونت در کار هست و خشونت نباید باشه.
این طرف هم چیه؟ میگن نخه اینجا امپریالیزمی که داره این کار رو میکنه، به همین دلیل نباید تکون بخورید، به خاطری که میشید آلت دست امپریالیسم. اینجاست که باز هم باید تأکید کرد که عبور از شرایط دیکتاتوری مرحله‌ای از مسیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی. اکثریت نیروها متاسفانه بدون هیچ تحلیلی از شرایط اقتصادی اجتماعی سوریه اون رو از دید ژئوپلیتیک تحلیل میکنن و با همین دلیل نه تنها به دفاع از بشار اسد میپردازن، بلکه مدافع بیچونش‌های روسیه و ایران نیز میشن و همزمان مردم سوریه را آلت دست شیخ‌های نفتی خلیج فارس میدونن. باید بگم که برای یک نیروی سیاسی این واقعا یک شاهکار در حماقته. اگر وقت کردیم که البته خب یه مقدار گفتم بعدن تو سال جوابا، یک سری ارقام از شرایط بیکاری و بحران اقتصادی که یکی از پایه‌های انقلاب سوریه است در واقع، همونطور که در بقیه کشورهای بهار عرب، رو میگم. در یک کلام، بیشتر سرتون رو درد نمیارم، چند خط دیگه. مسئله اینه انتخاب بین روسیه و ایران و آمریکا و عرب نیست، انتخاب بین همه اینا و مردم سوریه است و این حیاتیه برای یک نیروی چپی که و هر نیروی دموکراتی که واقعا میگم حداقل کاری که باید بکنه مردم دوستانه، اینطوری بگیم کمتر از این نمیشه گفت، بخواد برخورد بکنه باید اینطوری فکر کنه. البته ما به عنوان اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه گذشته از دفاع از حقوق مردم سوریه میدونیم که کوتاه شدن دست رژیم که در حال حاضر در دو بعد مختلف در عراق و سوریه حضور داره و به قول معروف رو دو تا میز داره بازی میکنه فعلا، کمک بزرگی برای به هدف رسیدن خواست آزادی و دموکراسی مردم ایران نیز هست. رژیم ایران که از بعد به وجودش ادامه حیات خودش رو یا در جنگ یا در بحران دیده، از میان برداشته شدن اسد رو ضربه هولناکی برای ادامه وجود خودش میبینه. بعد از برجام و جنگ وقف ناپذیری که این روزها بین باندهای رژیم موجوده حضور در سوریه برای ولایت فقیه در مقابل باندهای مخالف و از طرفی برای جبران نوشیدن جام زهر برجام در مقابل نیروهای خودی یعنی سپاه پاسداران با گذشت زمان حیاتی تر میشه هر روز. سه سال پیش در مورد سوریه ولایتی که مشاور بین‌المللی آقای خامنه‌ایه اینطوری میگه سوریه حلقه طلایی مقاومت میدونه سوریه رو و میگه حمله به سوریه حمله به ایران و متحدین ایران محسوب میشه. خب این نشان عمیق نقش استراتژی سوریه برای رژیم ایرانه. پس اگر ما و تمام میکنم از دیدگاهی که من اسم اونو ژئوپلیتیک گذاشتم، نه فقط به سوریه بلکه در طول تاریخ به هر انقلابی که نگاه بکنیم نمیتونیم خب آینده روشنی رو ببینیم و این طبیعتاً به یأس و ناامیدی تبدیل میشه. مهمترین دلیل اونم دقیقاً از نظر دور داشتن حضور مردم در معادلات و صفحه انقلابه. برعکس مردم هستن که با مطالبات و نیازهای طبقاتی خودشون مدام صحنه رو به نفع خودشون تغییر میدن. همانطور که این بعد این کنفرانس ژنو من خوندم، زمانی که ریاض نعسان سخنگوی هیئت اپوزیسیون سوریه یه چیز خیلی جالبی میگه در جواب به استفان د میستورا و دیگرون، در حاشیه کنفرانس ژنو در مورد قطعنامه 2254 شورای امنیت میگه ما خواهان آزادی زندانیان، ما هم دقیقا همونه میگه، ما خواهان آزادی زندانیان، توقف بمباران ها و پایان محاصره شهرها
هستیم. ما اضافه میکنیم و آغاز کمک‌های انسانی به مردم سوریه، برکناری اسد و خروج رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای پاسداران و اصلا اینو شرط اول تحقق قدم‌هایی برای صلح پایدار در سوریه می‌دونیم. خیلی متشکرم.